فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده فاطمه از کردستان در رابطه با فطریه پرسیدن که حتما باید برنج و گندم فطریه باشه یا میتونه پول هم باشه، چون که در منطقه کردستان ظاهرا پول پرداخت میکنن. اساسش این است که همون مواردی و اقلامی که تعیین شده که قوت بلد هست و اون به اصطلاح غذای معروفی که مردم بیشتر استفاده میکنند یا اساس تغذیه مردم هست از اون باشه. و همونطور بسیار از فقها این فتوا را هم دادند که با توجه به متعدد بودن نیاز مستمندان، شاید اون فردی که شما این به اصطلاح برنج رو به اون میدید نیازی به برنج نداشته باشه، به اندازه کافی مثلا برنج داشته باشه و یک نیاز دیگری رو داشته باشه، مثلا نیاز داشته باشه که برای خودش کفشی بخره، لباسی بخره. به این خاطر بسیار از فقها این فتوا را دادند که جایز هست که به جای اقلام غذایی میتونن مبلغ پول رو هم به عنوان صدقه فطر بدن.